مقدمه پادکست هزارستان، روایتی از تاریخ قوم هزاره با لحنی داستانی و تأثیرگذار. در دل کوههای بلند هزارجات، جایی که باد تاریخ در پیچ و خم دره‌ها می‌وزد، مردمانی زندگی می‌کنند که قرن‌هاست با رنج، مقاومت و فرهنگ غنیشان تاریخ را نقش زدند. قوم هزاره با چهره‌هایی که رد پای مغول را در خود دارند و زبان فارسی را با لهجه شیرین سخن می‌گویند، یکی از کهن‌ترین و در عین حال ناشناخته‌ترین اقوام منطقه اند. در این پادکست سفری خواهیم داشت به گذشته‌های دور، از افسانه‌های چنگیزی تا روزهای تاریک تبعیض، از مهاجرت‌های اجباری تا تلاش برای بازسازی هویت. می‌خواهیم بدانیم هزاره‌ها کیستند، از کجا آمده‌اند و چگونه در برابر طوفان‌های تاریخ ایستاده‌اند. پس اگر آماده اید با ما همراه شود تا پرده از روایتی برداریم که کمتر شنیده شده اما سزاوار شنیده شدن است. اوکی. بخش دوم، دوران ظلم و تبعیض. صدای موسیقی پس زمینه کمی سنگین‌تر می شود، راوی با احساس. اوکی. بخش دوم، دوران ظلم و تبعیض. صدای موسیقی پس زمینه کمی سنگین‌تر می شود، راوی با لحنی جدی ادامه می دهد. در قرن 19 دوران عبدالرحمن خان برای هزاره‌ها به یکی از تاریک ترین فصلهای تاریخ بدل شد. هزاران نفر از این قوم کشته شدند، زمین‌هایشان مصادره شد و بسیاری مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. این رویداد به عنوان یکی از نخستین نسل کشی‌های ثبت شده در تاریخ افغانستان شناخته می‌شود. هزارها از آن پس با تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی روبرو شدند. در شهرها آنان اغلب به مشاغل سخت و کم درآمد مانند کارگری و خدمتکاری محدود می‌شدند. در مدارس و ادارات دولتی حضورشان بسیار اندک بود. با لحنی حاکی از احترام، اما در دل این سختی‌ها روح مقاومت زنده ماند. بسیاری از هزارها به ایران و پاکستان مهاجرت کردند و در آنجا جوامع تازه‌ای ساختند. آنان با وجود غربت، فرهنگ و زبان خود را حفظ کردند و در کنار آن به تحصیل و پیشرفت روی آوردند. با لحنی امیدوارانه، این دوران هرچند پر از درد و رنج بود، اما هزارها را به مردمانی مقاومتر بدل کرد. مردمانی که یاد گرفتند چگونه در برابر تبعیض بایستند و هویت خود را پاس بدارند. در پس زمینه موسیقی سرزمین من. بخش سوم، هزارها در دوران معاصر. با لحنی گرم و روحیه‌ای از امید. با سقوط طالبان در سال 2001 فصل تازه‌ای در تاریخ قوم هزاره گشوده شد. برای نخستین بار پس از قرنها، هزارها توانستند در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور پررنگتری داشته باشند. حزب وحدت اسلامی و رهبران هزاره صدای تازه‌ای برای عدالت و برابری شدند. کمی با افتخار و دلگرمی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی جوانان هزاره با اشتیاق به تحصیل پرداختند و بسیاری از آنان به چهره‌های برجسته در رشته‌های مختلف بدل شدند. زنان هزاره نیز با شجاعت وارد عرصه‌های اجتماعی شدند و نقش مهمی در تغییر نگاه جامعه ایفا کردند. کمی آرامتر و اندیشمندانه، با این حال چالش‌ها همچنان ادامه دارد. حملات تروریستی علیه هزاره‌ها، تبعیض‌های پنهان و آشکار و مشکلات اقتصادی بخشی از واقعیت امروز آنان است. اما در برابر این سختی‌ها، روح مقاومت و امید همچنان زنده است. با قدرت و با لحنی الهام بخش، هزاره‌ها امروز نه تنها بخشی از تاریخ افغانستانند، بلکه نماد ایستادگی و تلاش برای آینده‌ای روشن‌تر هستند. آینده‌ای که در آن عدالت، برابری و صلح جایگزین تبعیض و خشونت شود. جمع‌بندی و نگاه به آینده. آنچه شنیدیم روایتی بود از گذشته پرفراز و نشیب قوم هزاره، از ریشه‌های تاریخی در دل خراسان تا دوران سخت تبعیض و مهاجرت و سپس تلاش‌های معاصر برای حضور و پیشرفت.
تاریخ هزاره‌ها تنها داستان رنج نیست، بلکه داستان مقاومت، فرهنگ و امید است. مردمانی که با وجود قرنها فشار توانستند هویت خود را حفظ کنند و امروز نماد ایستادگی در برابر نابرابری باشند. این پایان اپیزود نخست پادکست هزارستان است. در اپیزود بعدی به سراغ هزارجات خواهیم رفت. تاریخ قوم هزاره هرچند پر از درد و رنج بوده، اما در دل خود چراغی از امید را روشن نگه داشته است. امروز نسل جوان هزاره با دانش، هنر و اراده در حال ساختن آینده‌ای تازه است. آینده‌ای که در آن صدای عدالت خاموش نمی شود و فرهنگ هزارگی همچنان زنده می ماند. از کوچه‌های کابل تا دانشگاه‌های جهان، از هنر گلدوزی سنتی تا فناوری‌های نوین، هزاره‌ها نشان دادند که می‌توان گذشته پر از سختی را به نیرویی برای پیشرفت بدل کرد. این پیام پایانی ماست. تاریخ هزاره‌ها تنها روایت گذشته نیست، بلکه الهام بخش آینده‌ای است که در آن ایستادگی، فرهنگ و امید راه را روشن می‌سازد. با ما همراه باشید در ادامه این سفر